إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانان محترم، الله جل جلاله در قرآن عظیم الشان قصه خلقت انسان قبل از اینکه انسان خلق شود بیان میکنه که و اذ قال ربک، و هنگامی که گفت پروردگار تو للملائکه، برای ملائکه، اینی جاعل فی الارض خلیفه، ما در زمین یک خلیفه را خلق میکنم. در این آیت شریف چندین درس است برای یک انسان مسلمان موحد که وقت ما آیات قرآن میخوانیم، اول حق قرآن است که ما این را درست تلفظ بکنیم و باز وقتی که این را درست تلفظ کردیم حق قرآن است که ما معنای از این را بفهمیم که چی میگه. اکثرا مسلمان ها وقتی گمراه میشن، از دین منحرف میشن که قرآن عظیم الشان معنایش نمیفهمن. قرآن یک چیز میگه و اونا چیز دیگه فکر میکنن و باز وقتی که معنای قرآن فهمیدیم، حق قرآن از بالای ما که درباره هر آیت قرآن فکر بکنیم. حال اینجا الله جل جلاله برای ملائکه میگه که ما در زمین خلیفه تعیین میکنم. معنای خلیفه چی هست از دیدگاه اسلام؟ اصلا در زبان عربی کلمه خلیفه به معنای جانشین است، یعنی یک کسی برای یک کار یک کسی را توظیف میکنه که به عوض از در عوض از کار بکنه. اینال الله جل جلاله بسیاری از احکام خود در آسمان ها، در جنت، در دوزخ ملائکه ها را موظف ساخته که اونا امور انجام بدن و ما و شما طبعا در کتاب های عقیده وظایف ملائکه را خواندیم که هر ملک وظیفه مشخصی داره که الله جل جلاله را وظیفه داده و وظیفه را انجام میده. اینجا بر زمین بر ملائکه میگه که اینی جاعل فی الارض، ما در زمین میخوایم که یک کسی را خلق بکنم، مخلوقی را خلق بکنم که اینا امی احکام الهی را در روی زمین تطبیق بکنن. از این آیت شریف استنباط میشه که وظیفه انسان در روی زمین وظیفه بسیار بزرگ است، جانشینی برای تطبیق احکام الله. پس این انسان مخلوق است که در روی زمین حکم الله را باید تطبیق بکنه. وظیفه بسیار بزرگ است که به دوش انسان گذاشته شده. اگر این انسان شخصیت خود درک بکنه و وظیفه خود همین قسم که قرآن بر ازی بیان میکنه و الله جل جلاله بیان کرده که این انسان احکام الهی را، نظام الهی را، قانون الله را در روی زمین تطبیق بکنه. پس خلقت انسان
وظیفه انسان وظیفه بسیار بزرگ است. حال بسیاری کسا وقتی که فکر میکنه که والله چرا نظام اسلام در دنیا تطبیق نمیشه، وقتی که مسلمانای واقعی بودن، صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین، اینا وقتی که دین درست میفهمیدن اینا تانستن نظام اسلامی داشته باشن. و ما چرا نظام اسلامی نداریم؟ ما چرا نداریم؟ یکی خب بازی دادن خود است. ما مردم افغانستان مردم دیگرها بازی میتن، ما خود بازی میتیم. و این بازی دادن انسانی است که یک کانتینر را پر از کثافات بکو باز سرش نشته کو کانتینر اسلامی. در افغانستان مردم همین قسم میکنن. در یک کشوری که اونجا زنا عادی باشه، در یک کشوری که پلیس از اون کشور حق نداره که برای یک دختری که سرلوچ است حداقل برش بگه که با حجاب شو، و اگر یک کسی بخواد اعتراض بکنه برش بگه که برادر تو خب مسلمان هستی اونجا سعی کن، اونو 4 تا بچه اونو دختر آزار میته، میگه برو بیا در دموکراسی است. در یک کشوری که زناکار به خاطر ای که زنا کرده مجازات نمیشه، در یک کشوری که فیلم های زنا در روی سرک فروخته میشه، عکسای برهنه فروخته میشه و کل مردم تیر میشه و او رو میبینه به چشم خود، باز این نظام هم میگن این نظام اسلام است. این در حقیقت خفه نشین، این در حقیقت اسلام بر مردم منفی معرفی کردن است. الله را سر الله تهمت کردن است، سر پیغمبر تهمت کردن است. حالا اگه ما بگوییم که مثلا نظام افغانستان نظام اسلامی هست، معنایش این است که این تلویزیون ها کلش اسلامی است دیگه، این الله و پیغمبرش قبول داره. این فیلم هایی که در سینماها نمایش داده میشه، این تصاویری که بالای سر هر سینما هست، پس معنایش این است که کلش اسلامی هست دیگه. این تمام روز که مردم در باغ بالا همراه دخترای نامحرم میگردن، اگر این نامش اسلامی بانیم، پس ما غیر مستقیم الله را دشنام دادیم و پیغمبرش را دشنام دادیم. یعنی چی نیاز داریم که ما یک کاری را میکنیم که اون مخالف اسلام است و باز نامش اسلامی میمانیم، کلمه اسلامی را باید حذف بکنیم از اون. حداقل اسلام خو نامبد نمیشه، حداقل مردم خو غلط نمیفهمن. بسیاری وقتا بسیاری برادران میگه والا ما یک عروسی اسلامی داریم. خب بسیار خوب است عروسی اسلامی داری، لکن وقتی که بری در عروسی که اسلامی نامش مانده یک ساز نیست، 2% اسلامی است. باز من پرسان میکنم این چطور؟ من 2% اسلامی بود، 98% اوتل همو اوتل است، اسراف همو اسراف است، همچشمی و غرور و تکبر کلش است، کلش است. اگر غرور نداشته باشی چرا مثلا تو در یه اوتل دمی جمعه گذشته در یک هتل ما خبر بدیم گفتن عروسی اسلامی است، چند نفر آمدن استاد والله عروسی اسلامی است بسیار خوبش است مطابق قانون اسلام است. وقتی که دیدیم در سر هر میز یک دانه ران گوسفند ماندگی است و در پالوی ازی گوشتا را آوردن، همین مرغای حرامی که ما تمام روز دان ما بیخی پاره شد که اومردیم این گوشتای ایرانی که بنام ایرانی فروخته میشه، حداقل در اون پوش هم خلطهش سعی که همین مرغا که آلینجی هستن نشته از پرودکتد ان برازیل و حداقل تو خود اینترنت دسترسی داری از اما کسی که در برازیل است تو پرسارش بگو در برازیل کسی سر کشتن مرغ الله اکبر میگه، اش میگه بیادر اینجا کس کلمه رو نمیشناسه، اما قصاب هندو هست، مسلمان است، یهود است، نصرانی است، مقصد سویچ است، ماشین زده میره و همونجا یک کس آمد گفت در لندن ما رفتیم در پاکت ها مرغ بود، میگه در بین از این مرغ کلیش هم بود، کلیش قطعا نکه مرغ برق کشته بودن، بازور تیار اونجا کت برق اینجا کشته میشه و سویچ است و اون طرف باز رفت بازو مرغ میارن تیار ماشین هاست همون تو رفته میره و باز ماشین رو پاک صفا پوستش نمیکنه پریگه پایش هم میشه و بالاخره از اون طرف میبره و تیار ماشین زمین پاکت میگه ما مرغ باز کردیم که در لندن مرغ از کته کلیش
میگه ما گفتیم بی کلش، گفت حالا کلش چی نقصان داره؟ خیر است. حالا کله گوسفند نمیخوری، کله گاو نمیخوری، خیام کله مرغ از قربک و مغز مرغ هنوز از مرغ گوسفند که مزه‌دار است. میگه ما برش گفتیم که نه، پرابلم دیگه نیست، پرابلم دیگه است که چرا کت نکردیش. میگه گفت که چرا کتش کنیم؟ دقت کردنش چی مشکل است؟ میگه خارجی برای من میگه شما چرا مسلمان‌ها اینقدر متعصب هستین؟ میگه ما رو میگه شما چرا که متعصب هستین؟ حالا چرا قطع کنی؟ خونه کشتیمش بسیار ساده کت برق مرد دیگه. یعنی او بیچاره هم نمیفهمه که ذبح کردن، نمیفهمه خب یک غیر مسلمان است. اینا او ذبح نمیفهمه، او الله اکبر هیچ خبر نداره. و اگه برش بگویی که دی سر از الله اکبر میگه what is the meaning of الله اکبر؟ وای چرا بگویم؟ اینا اونمو گوش شده که با اونمو شکل کشته شده بوده در بین قوطیا میپرده، بازوا دروغ نمیگه. دروغ قصابای ما میگه، دروغ منافق میگه، مسلمان دروغ نمیگه. مسلمان میگه این یا حلال است یا حرام است. کافر هم دروغ نمیگه. کافر دروغ نگفته، کافر نوشته کرده که پروداکتد این برازیل. تو عقل تپرد در برازیل که سر از کلمه میگه، او دروغ نمیگه. منتها رئیسش پرسان کردن، گفتن که فرق بین از اینکه شما همین مرغا را که اینجا میکشین، گفت ما روزانه 1,70,000 مرغ میکشیم. گفت خیلی این کجا روان میکنیم؟ گفت که ما هر طرف دنیا روان میکنیم. گفت خیلی فرق بین از اینکه بین کشورهای اسلامی و بین کشورهای غیر اسلامی همین مرغ روان میکنین چی فرق دارین؟ گفت والا برای ما گفتن این مسلمانا را که پشت خلطش نشته کنی حلال، بازیا بسیار خوب میخرن. بعدم مرغ ما در پشت خلطش حلال نشته میکنیم. نشته میگیم خوک حلال، گوسفند حلال، خر حلال، ماهی حلال، در پاکتش نشته میکنیم. باز مسلمانا که همین کلمه حلال نشته کن باز خوب میخرن. این به رئیسش کدام کسی گفته؟ گفت از این خاطر فرق بین این مرغ و مرغی که به خارجی و یا روان میکنیم کلش دمو برق است، کلش هم قسم کشته میشه، کس سرش الله اکبر نمیگه. گفتن این قصابش از رئیسش پرسان میکنه، همین قصابی که مرغ میکشه این مسلمان است، هندوسی است. و گفته که اینجا آزادی است، اینجا کس از دین کس پرسان نمیکنه. قصاب از عریضه میده که من بیکار هستم میخوایم قصابی کنم. گفت ما نیاز نداریم که از این پرسان کنیم که تو مسلمان هستی یا هندوسی یا یهودیستی یا نصرانیستی یا دین داری یا نداری. دین هر کس شخصی است، اما در قصابی بر دین چی؟ او خوبم تو به این نفر جواب خوبم تو صفا روش برش میده که ولی سایبره می قسمت. گفت آیا مسلمانا بر از اینا شما شده که خونش ریخته باشه یا الله اکبر بگن؟ گفت کس مسلمان پیش ما نامده و بر ما نگفته که بگیری یا ذبح کو یا ایگه بار ما عادت نداریم. فقط اون موسن در بین پاکتا میپرتیم. دیروز ما در شهر میرفتم، مالی یک قسم مرغای کټ آمده و خارجی است. منتها سابق مرغای پاکستانی میامد، حالا بخیل پاکستان راهش بند کرده، این مرغا روان نمیکنه. حالا مرغای کټ را این مرغای خارجی یک زدگی کسی خوب سفید است، هم تو بازی رو کشال میکنه، یک ذره کفتاب زد بازی سخت میکنه، مردم میره به نام مرغای حلال شدگی و پاکستانی اون خورده میره و رانایش خونه. خب بسیاری ما مولوی صاحبام یگان وقتی که مولای که انگلیسی رو یاد نداره ما میگه خب ایرانی است که قصاب برش میگه ایرانی صاحب کیلوگکی خورده میره. از این خاطر روز 20 دفعه دعا میکنیم، یک دعای ما قبول نمیشه. چرا نمیشه؟ خب وقتی که گوشت خوراکت حرام بود، لباست حرام بود. به هر صورت اینجا الله جل جلاله در قرآن عظیم شان میگه که و اذ قال ربک، وقتی که گفت پروردگار تو بر ملائکه که انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوایم که در روی زمین مخلوق را پیدا بکنم که اینا جانشین الله در روی زمین باشن. پس اینا تو تصور بکو که تو انسان خلیفه الله در روی زمین هستی. تو باید قانون الله را تطبیق بکنی، تو باید برای تطبیق نظام الله در روی زمین باشی. اما وقتی که به نام خلیفه الله تو خودت جنایت میکنی، قتل میکنی، به نام خلیفه الله تو رشوت میخوری، به نام خلیفه الله تو ضد دین الله کار میکنی و باز میگه که من مسلمان هستم، با آیت قرآن چطور میتونی خدا تطابق بدی؟ ملائکه ها چون قبلا در روی زمین جنها وجود داشتن و اونا هم نفس داشتن، ملائکه فهمیدن ملائکه چرا گناه نمیکنه؟ ملائکه نمیتونه که خلیفه الله در روی زمین باشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه میتونه قانون تطبیق بکنه اما زمین آباد کرده نمیتونستن. به خاطر اینکه ملائکه نفس ندارن.
و وقتی که نفس نداره هر حکمی که هست مجبور 100% تطبیق بکنه. و برتریت انسان دمی است که انسان وقتی که نفس داره، خواهشات نفسانی داره، او وقت که باز قانون الله را تطبیق بکنه، باز رتبه انسان از رتبه ملائکه که هم بلندتر میشه. پس ملائکه برای الله گفتن اتجعل فیها، یا الله آیا تو در روی زمین کسانی را خلیفه میسازی که من یفسد فیها، که در روی زمین فساد میکنن، و یسفک الدماء، و خون میریزانن. این گپ ملائکه از کجا میفهمیدن؟ چون قبلا مخلوقاتی که وجود داشت، ابلیس مثلا، شیطان و کسای دیگه، جنهایی که وجود داشتن یا نفس داشتن و همین نفس از اینا سبب گمراهی از اینا شد و بالاخره اینا از روی زمین رانده شدن. گفت اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک. گفتن یا پاک پروردگارا، اگر هدف از خلقت انسان ای است که تو را عبادت بکنن، تسبیح بگوین، تقدیس بکنن، و نحن نسبح بحمدک، ما تسبیح میگیم، و نقدس لک، و ما تو را به قدسیت یاد میکنیم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. الله جل جلاله برشان گفت که من میفهمم چیز را که شما نمیفهمین. یعنی همین انسانی که در روی زمین خلق میشه، این انسان میتونه که اگر واقعا دین بفهمه، واقعا از عقل خود کار بگیره، واقعا از علم و دانش خود کار بگیره، میتونه به خاطر او هدفی که ما اینا را خلق کردیم که خلافت ما در روی زمین است، که اینا قانون ما را در روی زمین تطبیق بکنن، باز اینا خوبتر تطبیق میکنن و از شما ملائکه که هم قویتر و دقیقتر این تطبیق میکنن. امروز برادرای عزیز، ما مسلمان ها همین آیت قرآن هم میخوانیم، ولی در مقابل از این بی تفاوت هستیم. بسیاری وقتا معنای از این درست نمیفهمیم، بسیاری وقتا درباره از این تفکر و تدبر نمیکنیم. اما شما اگر در کشورهای غربی زندگی بکنین، باز میفهمین که اونا چقدر در مقابل از این آیت اینا قرار دارن. امروز در امریکا و اروپا شما ببینین، اونا میگن که اگر یک کس نماز بخونه، عمل در امریکا از افغانستان کرده و از بسیاری کشورهای اسلامی کرده، در امریکا مسجدایش بسیار لکس است. پارسال یک مجله یک کس آورده بود، نشته کرده بود مساجد در امریکا. مساجدی که در امریکا ساختن، از این مساجدش افغانستان کرده بسیار لکس است. آنقدر زیبا و مقبول است و آنقدر او چیز است که در هر مسجد از چندین میلیون دلار مصرف شده. پس مسجد اونجا، اونا تکرشان که مسجد نیست، تکر امریکایی ها که مسجد نیست. میگه کل مسجد ها را بساز، در هر کوچه یک مسجد بساز. نماز اگه کس بخوانه، تکرشان که نماز هم نیست. از این خاطر اگه کس بره در امریکا نماز بخوانه، هیچ کس امرایز مخالفت نمیکنه. اگر روزه بگیره، شما خودتان بسیاری وقتا در خبرها ببینید، در سالهای گذشته جورج بوش و در این سالها آل اوباما، بسیاری وقتا مسلمانایی که روزه میگیرن خودش برش افطاری تیار میکنه و میگه که رئیس جمهور امریکا روزه‌دارا را خواست و بر از اینا افطاری داد. پس مشکلش که روزه هم نیست. حج وقتی که ما در بیت الله شریف رفتیم، بعضی کسا از امریکا و از اروپا آمده بودن، اینا امرای ما صحبت کردن. اونا گفتن که از حج رفتن از افغانستان کردن، از امریکا و اروپا حج رفتن آسان تر است. گفت فقط در اینترنت برای شرکتی که سیاحتی است خبر بده که من میخوایم که به حج برم، گفت تو هنوز خبر نباشی، فقط هم پولت برش تیر میکنی، دیگر روز پشت دروازه موتر می و برات میگه که حرکت کو بخیر، نکل کارایت اجرا شده، برو بخیر حج میری. پس کت حج هم مخالفت ندارن. مخالفتشان حقیقت چی هست؟ مخالفتشان که زمین آیت است که اینی جاعل فی الارض خلیفه. مخالفتشان به بلند شدن بیرق لا اله الا الله هست. اونا میگه که مسلمان هر چی میکنه ما کتش تکر نداریم، تنها مسلمان بیرق لا اله الا الله را بلند نکنه. بیرق کفر بلند باشه، در زیر بیرق کفر مسلمان نماز بخوانن، در زیر بیرق کفر روزه بگیرن، در زیر بیرق کفر حج برن. الله باز راضی نمیشه تا که بیرق لا اله الا الله بلند نشه.
10 میلیون رکعت نماز بخوانی الله راضی نمیشه تا وقتی که کلمت الله هی العلیا. از این خاطر صحابه کرام شما سوال کنین چرا مثلا صحابه کرام وقتی که در ترکیه برین پرسان کنین که اینجا قبر صحابی است، میگه بله ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه قبرش کجا هست؟ در ترکیه هست. وقتی که در چین برین میگه در چین هم اینجا چند تا قبر هست، میگه قبرهای صحابه کرام است. در افغانستان هم قبر صحابه است، کل ما و شما میفهمیم. در اسپانیا اگر برین در جنوب ایتالیا برین در اونجا هم قبرهایی هست، میگه این قبرهای صحابه کرام هست. اینجا بر انسان سوال پیدا میشه که چرا یک صحابی یک رکعت نمازی که در بیت الله شریف خوانده میشه 1,00,000 ثواب داره؟ چرا یک صحابی یک نماز 1,00,000 رکعتی خود ترک کرده آمد در چین شهید شده، در افغانستان شهید شده، اینجا دفن شده، در ترکیه دفن شده؟ به خاطر از اینکه اونا میفهمیدن که اصل هدف دین این نیست که تو نماز 1,00,000 رکعتی بخوانی. هدف دین این است که لتکون کلمت الله هی العلیا، که دین الله بیرق الله بلند باشه. از او خاطر اونا آمدن اینجا خدا شهید ساختن، به خاطر که در افغانستان بیرق لا اله الا الله بلند باشه. و به خاطر از اینکه اگر تو نماز 1,00,000 رکعتی میخوانی که 1,00,000 ثواب داره، او را میخوانی وقتی که تو فوت کردی فایل تو بسته میشه، دفتر اعمال تو بسته میشه. اما دفتر اعمال حضرت عثمان و دفتر اعمال ابو ایوب انصاری که در ترکیه شهید شده، تا روزی که مسلمان در ترکیه لا اله الا الله میگه یک کاپی از او بر ابو ایوب انصاری در دفتر اعمالش ثبت است. باقیات صالحات بر از او میمونه. و میفهمید که این بیرق که ما بالا کنم تا روزی که بیرق بلند است، تا روزی که مردم کلمه میخوانن، ثوابش بر من میرسه. پس وقتی که الله میگه اینی جاعل فی الارض خلیفه، معنایش این نیست که این مسلمانی هست که خلیفه ما هست که نماز برای خود میخوانه، روزه برای خود میگیره، حج برای خود میگیره. این خلیفه الله شده نمیتونه. این خلیفه الله شده نمیتونه. خلیفه الله مطابق از آیت قرآن کی هست؟ کسی است که نظام الله را تطبیق میکنه و به خاطر تطبیق قانون الله خون خدا میریزه. به خاطر تطبیق نظام الله کار میکنه. این انسان است که واقعا میتونه مطابق آیت قرآن که اینی جاعل فی الارض خلیفه، به خاطر از این خلیفه الله کی است که نظام الله را تطبیق میکنه. نظام الله از کجا تطبیق بشه؟ که اول از شخص خود شروع بکنی. اقم دولت الاسلام علی نفسک تقم علی ارضک. اول نظام اسلام باید در سر شخصیت خود در خانه خود تطبیق بکنی که من خودم الفاظ ما چقدر الفاظ اسلامی هست، حرکات ما چقدر حرکات اسلامی هست، عبادت ما چقدر عبادت اسلامی هست، فکر ما چقدر فکر اسلامی هست، اندیشه ما چقدر اندیشه اسلامی هست. اول نظام اسلام انسان سر خود شروع میکنه. وقتی که از خود آغاز کرد و خودش صلاحیت از را پیدا کرد که خلیفه الله در روی زمین شود، با سر فامیل خود شروع میکنه. جوان مسلمان وقتی که ازدواج میکنه، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برش میگه که تو وقتی که میخوایی که نظام اسلام در خانه تو تطبیق شود، تنکح المرأة لأربع، مردم به خاطر 4 علت یک جوان میخواد که یک دختر همراهش ازدواج بکنه، یک دختر میخواد که یک پسر ازدواج بکنه. به خاطر از ازدواج میکنی، میگه به طرف مالش میبینی که مالها که دختر مالدار است، یا به خاطر حسب و نسبش که بسیار دختر نسبدار است، ولی جمالها، یا به خاطر اینکه دختر بسیار زیبا هست، ولی دینها. لکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ای جوان مسلمان، فاظفر بذات الدین، تو کوشش کن که دختر با ایمان بگیری. این دختری که تو مثلا در باغ بالا گپ دادی، این میتونه به اولاد تو مادر خوب شود. سوار دختر تو که جوان شد، باز مادرش برش میگه که بچه مارایش بکن، دختر جان برو، ما هم در باغ بالا گپ خورده بودم، تو هم در باغ بالا گپ بخور. باز دختر تو دیگه رو سیل کنی که باز کسی دیگه تو باز پیر هستی کپا کسی، لکن دخترت که بای فرند خود در باغ بالا چکر میزنه. پس اینال پیغمبر صلی الله علیه و میگه چی گفت؟ فاظفر بذات الدین، تو کوشش کن که
دختر دیندار رو بر خود اختیار بکنی. چرا دختر دیندار رو بر اختیار میکنی؟ به خاطر که تو میخوای که نظام اسلام تطبیق بکنی. نظام اسلام در خانه چطور تطبیق کرده میتونی؟ وقتی که همسرت خانمت بیدین باشه. حالا اکثرا کسایی که مشکل دارن، بسیاری کسا خودش خوب دیندار است لکن در خانه خود نظام اسلام تطبیق کردن نمیتونن. خودش خوب دیندار است، ما بسیاری کسایی رو میشناسم خودش قد دیندار است که در نمازش ببینی، در طاعتش، در عبادتش، لکن وقتی که سال کنی دخترش چون خانمش بیدین است، دخترش تا قولای لش لش اکثر نمی از نگاه سایکولوژی که میگه بسیاری وقتا یک بیدین چه قسم پیدا میکنی؟ مادر فلانی طفل مادرش دیندار است، پدرش دیندار است یا بیدین. دمی پیش هتل کاروسی هم باشه شما سعی کنید مادر کسی که بیدین است پدرش بی غیرت است، چون مادرش حالا کمپیر شده تاریخش چیر شده دیگه سون ازو کسل نمیکنه، بازم بیدینی خود سر دخترکای خود تطبیق میکنه. بازی میبینه که برای دختر خود پیران تسمه‌ای جور کرده، برای دختر خود لباسکای کوتاه را پوشانده. او دلالت به چی میکنه؟ به خاطر اینکه زن بیدین است، حالا میخواد که بیدینی خود در لباسک طفل 6 ساله، طفلک 6 ساله را که تو پیران تسمه‌ای پوشونی چی فایده میکنه؟ این حال پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که تو جوان مسلمان وقتی که میخوایی که خلیفه الله در روی زمین شوی، همسر زندگی تا باید متدین اختیار بکنی. فرد به ذات الدین. اول کوشش بکن که دختر دیندار باشه. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل. که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4، عروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید. وقتی که دختر دیندار بود، همسر تو دیندار بود، باز او امرای تو شانه میته یک جای و باز میتونی که تو زندگی بسیار خوب نظام اسلام در فامیل تطبیق بکنی. در غیر از او باز تو نظام اسلام در خانه تطبیق کرده نمیتونی که تو امرای یک دختر بیدین تو ازدواج کرده باشی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه این خلیفه میشه. وقتی که خلیفه میشه، خانم ازی دختر خلیفه است، برادرش هم خلیفه می باشه، برادرش هم پادشاست، پدرش هم پادشاست، لکن دختر مسلمان است. امرای حضرت عمر ابن عبدالعزیز ازدواج میکنه و عمر ابن عبدالعزیز به امرای دختر به خاطر ازی که این متدین است ازدواج میکنه. خوب است که متدین هم باشه، باز نسب خوبم داشته باشه. خوب است متدین هم باشه، یعنی اسلام رد نمیکنه، پولدار هم باشه. خوب است که متدین هم باشه، زیبا هم باشه. لکن شرط است که اگر یک دختر زیبای بیدین و یک دختر دیگه است که دیندار است لکن زیباییش کمتر است، پس جوان مسلمان کدامش اختیار بکنه؟ پیغمبر سمیه که دیندارترشه اختیار بکن. پس حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه همین دختر با ایمان اختیار میکنه. وقتی که خودش خلیفه میشه، میخواد که نظام اقتصادی اسلام تطبیق بکنه. همراه علما مشوره میکنه، میگه من خلیفه شدم، خب میگه من میخوایم نظام اقتصادی اسلام تطبیق بکنیم. علمای اسلام برش میگن درست است، نظام اقتصاد اسلام تو میتونی تطبیق بکنی من حیث خلیفه الله در روی زمین، لکن این شرط داره. میگه چه قسم شرط داره؟ میگه اول از خانه خود شروع کن. از خانه خود؟ میگه بله. چه قسم از خانه خود شروع کن؟ میگه اول زیورات خانمت که است ایره برادرش برش داده، از بیت المال برش داده و این حق خلیفه نداشت که از مال بیت المال بر دختر خود یا بر خواهر خود یک سیت طلا بده. پس تو اول سیت طلای خانمت که حق بیت المال است اینو باید به بیت المال تسلیم بکنی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بر خانم خود میگه که خانم عزیز، همین طلایی که پیش تو است، من خود خلیفه هستم، این جعل فی الارض خلیفه، ما آل مجبور هستیم که قانون الله را در روی زمین تطبیق بکنم. میگه وقتی که تو قانون الله را من تطبیق میکنم باید از فامیل خود شروع بکنم. اول عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه وقتی که پیش از اینکه خلیفه شود،
یک چپن برش خلیفه داده که 30,000 دینار قیمت داره، تحفه برش داده. چپن بسیار لوکس است. نفر مسئول بیت المال برش میگه تو میخوای نظام اقتصاد اسلام تطبیق بکنی؟ میگه بله. میگه خیلی اول از چپن خود شروع بکن. این چپنی که خلیفه بر تو داده حق نداره خلیفه بر تو، او خلیفه مسلمان ها هست، رهبر اسلام است، او حق نداره که بر تو این چپن بده. پس تو اول چپن خدا بکش. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه اول چپن خدا میکشه و با بیت المال تسلیم میکنه. پس در بیت المال مسلمان ها 30,000 درهم از چپن ازی داخل میشه. باز میگه طلاهای خانه تا بکش. این طلاهای خانه خدا میبره تسلیم میکنه. باز میگه این خانه که تو ششی، این خانه هم مربوط به بیت المال است. عمر ابن عبدالعزیز میگه خی خانه پدری تو ده؟ میگه اون خانه پدری تو ده بغل کوی خانگاه که کونه هست. پس خلیفه میره از اینجا در خانه کونه در خانه پدری خود میشینه. بعد از اینکه از خود شروع میکنه مال فامیل خدا چیزایی که از بیت المال برش گرفته شده داده شده کل زیر پس تسلیم میکنه. بعد از خودش میره در خانه غریبانه میشینه. این کنیزی که تو داری، این غلامی که تو داری، این از مربوط بیت المال است. پس خانم خلیفه مجبور میشه که خودش در دیگدان آتش بکنه و خودش دیگ برای خود پخته بکنه. ببین اقم دولت الاسلام. اول میگه دولت اسلام سر خود تطبیق بکن. وقتی که عمر ابن عبدالعزیز نظام اسلام در خانواده خود تطبیق میکنه، روز دیگهش که میشه فرمان صادر میکنه، میگه تمام وزرا و اراکین دولت که هستن اینا باید محاسبه شون، یک قران بیت المال هم اگر باشه او را باید پس بر دولت تسلیم بکنن. حضرت علی رضی الله تعالی عنه شش خلیفه مسلمان ها هست. 2 نفر میای پیشش خفتنکی کار میکنن. او وقت برق نبود، همین چراغای مثل علکین و چراغ گپا بوده، چراغ تیلی هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه کار میکنن. 2 نفر میای پیشش میگه سلام علیکم. و علیکم سلام، خیریت است که آمدین، چی کار دارین؟ میگه صاحب ما کدام کار رسمی نداریم. اینا دیگه گفت رضیه که پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه 2 نفر آمدن. گفت چی کار دارین صاحب؟ گفت ما صاحب کار شخصی داریم، کار رسمی نداریم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه پف کرد چراغ پف کرد، در این لحظه پفش کرد. بچه که صدا کرد حسین. گفت بله. بچه‌م از خانه یک چراغ بیار. این 2 نفر پرسان کردن که چرا؟ گفت برادر شما گفتین ما کار شخصی داریم، این چراغ بیت المال است. این برای من بیت المال داده که من در کارهای رسمی استفاده کنم. الله اکبر. این بیت المال برای من داده که من در کارهای رسمی استفاده کنم. آل تو خامدی گفتی برای من شما 2 نفر که ما که تو کار شخصی داریم، پس کار شخصی که داریم باش که چراغ از خانه ما بیاید، من از خانه خود استفاده کنم. برادر سکونی اینی جاعل فی الارض خلیفه. ترى الله خلق کرده در روی زمین که تو احکام الله را در خانه تطبیق بکنی. سر خود تطبیق کو، با سر فامیل تطبیق بکن، با از فامیلی که خلاص شدی در ناحیه و منطقه و بالاخره زیر دستای و بالاخره اگر تو رهبر مسلمان ها شدی به سطح دولت و بالاخره اگر تو خلیفه مسلمان ها به سطح جهان شدی در کل دنیا، احکام الله را تو باید تطبیق بکنی. عقیل رضی الله تعالی عنه، حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه بیادر حضرت علی است. در وقتی خلیفه هست که چندین مملکت زیر دستش است. این وقتی که میاد یک کسی برش میگه که عقیل، میگه بله، میگه دامن تو 6 جانب پیوند داره. دامن تو 6 جانب پیوند داره. و تو میفهمی کیستی؟ کی هستم من؟ تو بیادر خلیفه هستی. تو بیادر خلیفه هستی. میگه خلیفه چی کرده؟ میگه خلیفه میفهمی پیشش یک دانه کیلی است، کیلی بیت المال، که اگر بخوای اونجا بر تو 2000 متر تکی بسیار لوکس برات داده میده. برو بجوی یک 6 متر تکخو برات بده، لباس لوکس برات جور کو، یک چهره پیا بدید خانه تا جور بکو، سر و وسط جور بکو. حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه میاد پیش برادر خود حضرت علی، برش میگه که برادر، میگه مردم برای من سر من خنده کردن،
چرا خنده کردن؟ گفت خنده کردی پیران مرسه که چند تا پیوند دارن. خب گفت چی مشکل داره پیران پیوند داره داشته باشه دیگه، پیوند چی است؟ خنده مردم چی است؟ آدمای لودا خود زیاد است. همیشه در قرآن میگه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. مجرمین چند صفت دارن؟ اول ان الذين اجرموا مجرمین كانوا من الذين امنوا يضحكون، سر مؤمنا خنده میکنن. و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی که تیر شدن باز میگه وی دیدی اون ملاگکا و این فلان یکا، در بین خود پرزه میگن. خب برش گفت که خب چی گپ است؟ خب قرآن میگه که مردمای مجرم عادتشان است که سر مسلمانا فکایی میگن و پرزه میگن. چطور میگن؟ گفت نه، مرا گفتن بعضی کسا که تو خب بیادر خلیفه هستی و برادر تو بسیار صلاحیت داره از پیشش چیز کن. گفت خیلی برادر عزیز صبر کن، ما خدا ولس نشست ماش هر ماموری که در دولت کار میکنه 100 درهم است، ماش ما هم 100 درهم است. صبر کن که ماش بخیر گرفتم، باز من از اون ماش خود یک 20 روپیه 30 روپیه میگیرم، باز بر پیسه میتونم برو بر واسطه که بخرم. باش میگه 30 روپیه که کالا میشه، بیاد تو چی میگی 30 روپیه ما برم تا کونه فروشی لا یک جور کالای کونه شه، میخوایم کالای خوب تو لوکس داشته باشم که یک 500 600 درهم باشه، دی خدا 6 ماه ماشو تو نمیشه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه برش گفت که برادر عزیز آل خیمه چی کنه بر تو؟ او برش گفت که بیت المال کیلی سه که چند میلیون است، از بیت المال بکش بده. گفت خیلی تو کو؟ گفت خیلی تو یک کار دیگه کو بیادر، خیلی تو صبر کو، امروز جمعه کلا به نماز جمعه رفت، باز ما تو میریم در مدینه منوره مردم دکانای خود باز میمانن. خیلی بازاردوی ما میریم یک دکان دوزی میکنیم، باز امور تو بگی چی کنم کالا برات بخرم. برش گفت برادر تو چی میگی دوزی کنیم دکان؟ گفت برادر از دکان که دوزی میکنی دوز یک نفر است، از بیت المال که دوزی میکنی این وزیرای موقع در روز قیامت 30 میلیون دست 30 میلیون در یخن از یاز 30 میلیون یارا تو کشکش کرده برن خوب که از مرده قذافی هم که مرده از یا خطرناک باشه. 30 میلیون کشف کنن، 30 میلیون که یک سیلی بزنن 30 میلیون دست 30 میلیون سالی پس به وش نمیه. باش گفتی من خب بیت المال کسی خب مال مسلمان ها هست، من امانت کار بیت المال هستم که مال بیت المال را من مستحقش بدم، مال تو که بیادر مسیح من بیایم از بیت المال براتون نوشته بکنم بر تو بدم، از این که برو دوزی بکن. بعضی برادرش گفت که برادر این قسم نمیشه، تو مقنعت حاصل نشد، تو بگی گمش کن یک چارک و یک پیسه میسه. حضرت علی رضی الله عنه برش گفت خوب است، یک مثال برات گفتم قناعت نشد، نه دوم قناعت نشد، باش مثال سوم بهت میگم. مثال سوم رفت اونجا یک دانه سیخ سرخ کرد آورد به برادر خود بگی، یکی گرفت دستش سوخت. تو چه قسم برادر هستی دست مرا سوختاندی درد دادی عوض که کالا بیتی گفت به یک سیخه که گرم شدگی دست بسوخت و تو دلت از مرا در دوزخ برتی به خاطر از اینکه بیادرم هستی. یالا شاگرس برو بخیر. اینی جاعل فی الارض خلیفه را حضرت علی تطبیق میکرد. اینی جاعل فی الارض خلیفه را عمر ابن عبدالعزیز تطبیق کرد که 2 سال عمر ابن عبدالعزیز 2 سال سیستم اقتصادی اسلامه، اسلامیک اکونومیک سیستم، این وقتی که 2 سال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تطبیق کرد در تمام مناطق اسلامی، چون خلیفه اول سر خود نظام اسلام تطبیق کرد، سر خانواده خود تطبیق کرد، سر کابینه خود تطبیق کرد، باز بعد از او بیت المال مسلمان ها پر شد. بیت المال مسلمان ها از چور خالی میشه، دوز رئیس میشه، دوز وزیر میشه، دوز صدراعظم میشه، دوز رهبر میشه، بیت المال خالی هست، مسلمان ها گدایگری میکنن. در غیر از او بیت المال مسلمان ها پر میباشه. پیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه چی گپ است؟ وقتی که اقتصاد اسلامی تطبیق شد، در اقتصاد اسلامی ببینین آل بسیاری وقتا میگه وزیر به دارایی خود ثبت بکنه. در سیستم اقتصادی اسلامی دارایی کل ملت ثبت است.
به خاطر از اینکه دولت مکلف است که از مردمایی که اقتصاد خوب دارن زکات بگیره. وقتی که داراییش ثبت نباشه زکات چند بگیره؟ پس باید اونجا در وزارت بیت المال دارایی مسلمان ها کلش ثبت باشه، از کلگی ثبت است. پس باز کسی دوزی کرده نمیتونه. چون تو پارسال داراییت 1 لک بود، یک دفعه 1 لک در 10 میلیون خیس کرد، حتما دوزی کردی. خب عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه سیستم اقتصاد اسلامی را تطبیق کرد، سیستم زکات زنده ساخت، مال زکات و چیزایی که مربوط مردم میشد او را از اغنیا گرفتن. یک وقت سای بیت المال پیسه پر است. گفت چی کنیم؟ گفت فقرا را پیدا بکنیم. فقرای قسم نیست در نظام اقتصادی اسلام که انی جاعل فی الارض خلیفه را میخوانی که تو برای یک گدایگری که اشترک خوب میشنوه در رادیو اعلان میکنه که زنای هستن در شهر کابل و در مزار تفلکا را میرن کرا میگیرن، بازو را مواد مخدر میتن که تفلک گنگس باشه، بازو را در روی سرک خو میتن، سر از این پیسه پیدا میکنه. این گفت در رادیو اعلان میکنه. پریروز من رادیو را میشنیدم، گفت این سیستم است. این حال باز خیرات خوب از این نیست که بچه جوان اونجا استاده است و تو بر از اون زکات بده، خیرات بده، تو او را هنوز در دزدی و در پودریگری و در گناه تشویقش بسد. او وظیفه دولت اسلامی هست که اقتصاد اسلام وقتی که تطبیق میکنه کاریابی داشته باشه. از پیسه زکات مسلمان ها مؤسسات دولتی تو قوی باشه که جوان وقتی که میخواد کار داشته باشه کار بخواد برش کار پیدا شه. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بر مردم میگه یا الله بفرمایید در بازار و چی میکردن؟ نفر میاره برش میگه برادر چرا گدایی میکنی؟ والا صاحب غریب هستم. چی مشکل داری که غریب هستی؟ بیا برات کار پیدا میکنیم. اینی پیسه رو بگی برو دکان برات جور کن، اینی پول بگی برو کار بکن. بالاخره مردم میان برش گفتن که یا امیر المؤمنین ما در کل بازار میگردیم در شهر هیچ گدایگر نیست. 2 سال عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه نظام اقتصاد اسلام تطبیق کرده. 2 سال گفت که صاحب هیچ گدایگر نیست، حالا پیسه زکات است، کسی نیست که زکات و خیرات بگیره. یکی خب مردم ما و شما هست بی غیرتی قدر فش میزنه که یک همین جده یک نفر صدا کنه که خیرات است، اون مردکی که 2 منزله بسیار لوکس و مقبول هم داره در موتر 2010 و میدوه. یک روز دان نانبایی یک کسی یک نان توزیع میکرد، خیرات برای من پیش کرد. من گفتم برادر من خیرات خور نیستم، برای من خیرات نمیشه. این چقدر کلانکاری میکنین؟ برای ما گفته که در خیرات 10 قدم بدوی. ما گفتیم در کدام کتاب ما؟ در قرآن نامده، پیغمبر نگفته. گفتیم دیدم تو یک قسم قوارش گفتم ما در کتاب بوغیاست. گفتم بوغیا بدوه. اما در کتاب اسلام گفته که زکات چرک مال است. زکات کالا را که میشویی همیه گنده که میمانه از کالا، اینی زکات است. مال تا میشویی چتلی مال است، آل خوردن همی چتلی مال برای کی نیست؟ برای کسی که از تشنگی میمره او نیست، برای کسی که معیوب است، مسکین است، غریب است، بیچاره است که دیگه هیچ کار کرده نمیتونه. اما کسی که توان کار داره زکات میگیره مثل که چتلی را میخونه و برای او حرام است، برای او حرام است. آمدن مردم برش گفتن که یا امیر المؤمنین، گفت کسی نیست که زکات بگیره. چرا؟ جوانا صاحب کار شدن و کسایی که فقیر بود، زنای بیوه برش دارالارامل جور شد، حالا زنا صاحب اونجا کلشان خیاطی میکنن، کار میکنن دیگه، کلش ماش داره. بچهای جوانی که بیکار بودن صاحب کار شدن دیگه کس نیست. گفت خیر بگردین اگر غلامی باشه که نیاز داره که آزادش کنیم. غلاما را صاحب از طریق بیت المال به صاحبایش پیسه داده میرفتن و آزاد کرده میرفتن. باز آمدن که یا امیرالمومنین بیت المال از پیسه کفید. گفت آیا جوانایی هست که ازدواج نکرده باشه؟ ازدواج بکنن. خواست جوانا باید کاش که ما در عصر عمر بن عبدالعزیز زندگی میکردیم. وقت کل ما حال جوانای ما 34 ساله میشه، خسرش صاحب هتل فرمایش میتنه، کاکاگاب شیشته خواریش اسای کنی به خردوان نمیمانه، فرمایش میته هتل اینترکانتیننتال. در توی خودت در کجا بود؟ توی خودش در شوربازار. حال آمده شوربازاری توی سرازی میگه. از این خاطر حرامه، حلال سر مردم سخت ساخته. بچه بیچاره 35 ساله است
چند سال از نامزاد هستی؟ 6 سال. چرا؟ به خاطر که فلانی صاحب فرمایش داده که کنتینیوتال باشه. آیا تو حق داری که کانتینیوتال سر از جوان مسلمان چیز کنی و او را وادار به زنا بسازی؟ آیا تو حق داری که تو طلای عربی سر زبانی؟ والله پدرایی که سر بچه دخترای خود پیسه میگیرن در روز قیامت اولین دشمنشان خداست. الله اکبر. الله اکبر. چرا؟ الله جل جلاله پیغمبر صلی میگه که الله جل جلاله میگه ثلاثه انا خصمهم، 3 طایفه است که الله دشمنشان در روز قیامت است. یکی از این طایفه کی است؟ که انسان آزاد میفروشه و پدری که دختر خود میفروشه. مهر تویانه نیست، تویانه با مهر فرق داره. تویانه دختر فروختن است، مهر پیسه است که او در وقت نکاح تعیین میشه و این بر خود دختر داده میشه، نه به پدرش نه به برادرش نه به کاکایش. بالاخره میگه جوانایی هستن که ازدواج نکرده باشن، مصارف ازدواج نداشته باشن، بالاخره والا میگن باز میگن که یا امیر المؤمنین جوانا خلاص شدن، نیست کسی که ازدواج بکنه. و بالاخره حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه 2 سال خلافت میکنه. در تاریخ اسلام اگر بخونین خلافت عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 هجری شروع میشه و در 101 هجری ختم میشه. 2 سال خلافت میکنه. 2 سال نظام اقتصاد اسلام مطابق آیت قرآن که امروز ترجمه کردیم که انی جاعل فی الارض خلیفه، الله میگه که من انسان خلیفه خود در روی زمین خلق میکنم تا احکام من ای انسان در روی زمین تطبیق بکنه. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه در 2 سال تطبیق میکنه. بالاخره در تمام سرزمین اسلام شما بخوانید در تاریخ که در زمان عمر ابن عبدالعزیز خلافت اسلام در کجا رسیده بود. افغانستان ولایت بود، ایران ولایت بود یا ولایت ها بودن، پاکستان یک ولایت بود، ولایت از مملکت بزرگ اسلامی. ای به نام پاکستان و افغانستان و ازبکستان، این تقسیم بندی های قومی تقسیم بندی های انگلیس است. در غیر از او در سرزمین مسلمان ها این قسمی نیست که به نام قوم تطبیق شود. در سرزمین اسلام هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه مکه مکرمه وطنش است. وطن اصلی موتو وطن رسول الله است. لکن موتور انگلیس میگه که نه، وطن رسول الله وطن تو نیست. تو به لا اله الا الله وطندار نمیشی، به حساب قوم وطن میشی. ای ازبکستان است، ای تاجیکستان است، ای ترکمنستان است، ای افغانستان است، ای بلوچستان است، ای پشتونستان است. قومی تقسیم کردن که امروز مسلمان ها روز خوش نمیبینن. این تقسیم بندی انگلیس است. تقسیم بندی اسلام فلسطین وطن موتوست، مکه مکرمه وطن موتوست، مدینه منوره وطن موتوست. شما از امیریش سفیدایی که سرشان کلان از پرسان بکنید که در سابق وقتی یک نفر از افغانستان حرکت میکرد سر اسب خود سر شتر خود سوار میشد میرفت تا مکه مکرمه، کس از پیشش پاسپورت پرسان میکرد، کس از پیش ویزا پرسان میکرد. چرا که وطن اسلام بود. لکن وقتی که اینا تقسیم کردن، اینا تقسیمات از هنوز هم دلشان یخ نکردن. هنوز هم میخوان بگن نه ما افغانستان باید یک چند تقسیم دیگه هم بکنیم، افغانستان شمالی، افغانستان جنوبی، افغانستان شرقی، افغانستان غربی، که باز اگر یک نفر از کابل جلال‌آباد میره باید ویزه جلال‌آباد بگیره. خودشان اتحاد میکنن که در یک کشور اروپایی بری، اتحاد اروپاست، خلاص از یک کشور که ویزاش گرفتی در کل کشورهای اروپایی گشته میتونی. اما در کشورهای اسلامی باید چی کنیم؟ یا هنوز هم تقسیم بندی بکنیم تا که زندگی از یا سخت شود و باز یا آماده شود هر وقت ما باز یا را بخوریم وطنشان بگیریم برای ما باز لقمه تیار باشه، باز 4 تا مزدور خود در از اینا قرار میدیم، باز مزدورا مطابق نقشه ما بر از اینا کار میکنن. از این خاطر برادرای عزیز انی جاعل فی الارض خلیفه معنای چی است؟ خلاصه‌اش که اول انسان مسلمان احکام الله را سر خود تطبیق بکنه، بعد از سر فامیل خود تطبیق بکنه، با سر منطقه خود تطبیق بکنه و وقت الله از تو راضی میشه که بیرق لا اله الا الله را در قصر سفید بلند بکنی. او وقت الله راضی میشه. الله جل جلاله بر ما و شما توفیق بده که همین بیرق قدمو جهان بالا بکنیم. بالا میشه خداوند امر در دست ما بلند بکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. الهی پروردگارا بالای ما رحم بکن.
پروردگار ما را توفیق بده کار بکنیم که تو از ما راضی شوی. الهی مجاهدین اسلام، کسانی که میخواهند که خلافت اسلامی را واقعا زنده بسازند و بیرق اسلام در دنیا بلند بکنند، یا پروردگار هر جایی که هستند برشان پیروزی و نصرت نصیب بکن. پروردگار هر کسی که ضد اسلام است، پروردگار قابل هدایت است، هدایتشان بکن، و اگر قابل هدایت نیستند مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود هلاک بگردانشان. الهی پروردگار بندیای اسلام و بخصوص برادرایی که در قید هستند و در زیر دست ظالما هستند و دعای خصوصی طلب کردند، الهی پروردگارا اینا را از قید رهایی نصیب بکن. پروردگارا الهی هر مسلمانی که مریض است، بیچاره هست، نیاز دعا داره، ما هم نیاز دعا داریم. پروردگارا دعای ما را اول در حق خود ما قبول بکن، باز در حق از این مسلمانان قبول بکن. پروردگار ریش سفید ما را ببخش، پروردگار جوان ما را ببخش، پروردگار طفل ما را ببخش، پروردگار ناموس ما را بالایش رحم بکن. پروردگارا زن و خواهر و برادر و دختر ما را بالایش رحم بکن. پروردگارا الهی ما را توفیق بده که مطابق قرآن عمل بکنیم، مطابق کلمه توحید عمل بکنیم. پروردگار آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه در وقت جان کندن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.